سلام، به کانال اینوستوا خوش اومدید. همونطور که میدونید یکی از کاربردهای ارزهای دیجیتال حفظ دارایی ما و ارزش اوناست. اما ارزهایی مثل بیت کوین دائما در حال نوسان قیمتن و نمیشه با خیال راحت اونا رو برای ذخیره ارزش داراییمون خریداری کرد. پس راهکار چیه؟ تو این ویدیو شما رو با راهکار این قضیه یعنی استیبل کوین ها آشنا خواهم کرد و در آخر ویدیو بهترینای اونا رو به شما معرفی میکنم. پس با من همراه باشید. خب اما استیبل کوین اصلا چیه؟ ببینید استیبل کوین یه نوع از ارز دیجیتاله که خب اینا اومدن که ارزش دارایی ما رو حفظ کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نوسان قیمت ندارن، یعنی دقیقاً نقطه مقابل ارزهای دیجیتالی که مثلا میشناسیم مثل بیت کوین، اتریوم و اینا هستن که نوسان قیمت دارن. پس میتونیم یه جورایی استیبل کوین ها رو ترکیبی از ثبات ارزهای فیات مثلا همین دلار بدونیم. حالا مثلا منظور ما اینجا به طور مشخص ریال نیست، دلار بدونیم و مزیت‌هایی که ارزهای دیجیتال دارن که مثلا راحت 24 ساعت معامله کنیم و حالا غیر متمرکز بودن بعضی از این ارزهای پایدار و هر چیزی شبیه این. فراموش نکنید که یه سری چیزا رو حالا جلوتر میگم، ولی این امکان وجود داره که مثلا دارایی مثل طلا، نقره و حتی خود ارزهای دیجیتاله که حالا خودشون نوسان قیمت دارن پشتوانه ارزهای پایدار باشن. حالا جلوتر توضیح میدم. ولی به خاطر اینکه یه مقدار با محبوبیت این ارزها آشنا بشین یه مثال براتون میزنم. ببینید مثلا ارز دیجیتال پایداری مثلا USDC، حالا یه استیبل کوینیه که در واقع متصل به دلاره، الان میلیاردها دلار ارزش پیدا کرده و به یکی از محبوب ترین راه‌ها تبدیل شده که آدم‌ها برن سرمایه‌گذاری کنن و ارزش داراییشون رو حفظ بکنن. خب پس به طور کلی فهمیدیم استیبل کوین چیه و حالا حدوداً چرا به وجود اومده. اما دقیق تر اگه بخوایم بگیم که هدف از ساخت این استیبل کوین ها چیه، علاوه بر این که حالا این چالش نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال رو قراره حل بکنه و در واقع برای حل این مسئله اومده، یک وسیله خوب برای مبادله است. یعنی در واقع شما از بیت کوین برای مبادله به راحتی نمیتونید استفاده کنید، باز به خاطر همون نوسان قیمتی که در واقع داشته. نکته دیگه وجود داره اینه که وقتی شما یک ارز پایداری مثل تتر دارید که همیشه $1، خیلی استفاده ها و کاربردهای زیادی میتونه براش به وجود بیاد. مثلا میتونید باش وام دریافت بکنید یا مثلا میتونید داراییاتون رو حالا انتقال بدید، پول جابجا کنید یا اینجور مسائل. پس هدف اصلی استیبل کوین در واقع حفظ ارزش دارایی بوده که خود این باعث یه سری کاربردهایی میشه. بریم دقیق تر راجع به کاربردهای در واقع این ارزهای پایدار یا همون استیبل کوین ها صحبت بکنیم. اولین کاربردش در واقع استفاده برای پرداخت هاست. در واقع همونطور که حالا گفتم از این ارزها میتونیم برای پرداخت کالاها و خدماتی که حالا وجود دارن استفاده بکنیم. بعد نکته جالبش اینه که برای ما ایرانی‌ها تتر یک مزیتی محسوب میشه. ما خب یه سری مشکلات داریم تو پرداخت‌های دلاریمون، ولی یه سری سایت‌های خارجی هستن که به راحتی از شما تتر قبول میکنن، یعنی به کیف پول اونها تتر انتقال میدید و حالا اون کالای خدماتی که میخواید رو میگیرید. پس در واقع خیلی تسهیل میکنه حالا برای کل دنیا، برای ما ایرانی‌ها به طور ویژه. دومیش انتقال پوله. مثلا فرض کنید که برای یکی اون ور دنیا میخواید پول انتقال بدید، خب یکی از راه‌های سریع و کم هزینه همین استفاده از استیبل کوینه که خیلی راحت بدون استفاده از بانک و صرافی اینجور چیزا پولتون رو انتقال بدید. کاربرد دیگهش معامله است. حالا مثلا میتونید از همین تتری که دارید شما برید مثلا توی صرافی ارز دیجیتالتون تتر بدید، بیت کوین بگیرید، تتر بدید، اتریوم بگیرید یا هر چیزی مشابه این. یکی دیگه از کاربردهای خیلی خوب و قشنگش از نظر من اینه که میتونید باش ریسک و مدیریت بکنید. یعنی وقتی شما فرض بکنید که بازاری با این نوسانات داریم، یه روزی میبینیم که بازار داره سقوط میکنه، داره میریزه بازار به اصطلاح و نزولیه، شما اینجور وقتا مثلا میگم بیت کوین نزولیه، بیت کوینتون رو سریع میفروشید، میرید تتر میخرید. اینجا یه پرانتز باز بکنم، من تتر رو به عنوان مثال میگم، حالا هر ارز پایدار دیگه. خب داشتم میگفتم بیت کوین میفروشید، تتر میخرید، حالا کل بازار یا بازاری که حالا با تتر شاید آشنایی نداره، اون بخشی که آشنایی نداره داره با نزول بیت کوین قصه میخوره، ولی شما تترتون رو دارید، داراییتون رو حفظ کردید و خوشحالید از این بابت. در واقع یه جورایی شاید بگیم سودم کردید دیگه. وقتی همه دارن ضرر میکنن شما هیچ ضرری رو نکردید. پس این یه راه مدیریت ریسکه.
حتی میتونید همیشه بخشی از سبدتون رو مثلا همیشه که نه وقتایی که خیلی مطمئن نیستید به بازار مثلا 10% 20% از سبدتون رو تتر دارای پایدار نگه دارید. کاربرد بعدی که بریم سراغش دیفای یعنی چی؟ Decentralized Finance یا همون امور مالی غیر متمرکز که خود دیفای در واقع یک ویدیوی جداگانه میطلبه، ولی باید بدونیم که این حوزه از ارزهای دیجیتال توش در واقع تتر و ارزهای دیجیتال پایدار کاربردهای خیلی زیادی دارن. مثلا میگم توی دیفای شما میتونید که وام بدید به سایر کاربرا، ازش سود دریافت کنید، خودتون وام بگیرید، یا مثلا تو استخراج نقدینگی که برای دیفای هستش اونجا تامین نقدینگی بکنید، سود بکنید و اینجور مسائل که حالا سعی میکنم راجع به این ویدیو جدا ثبت بکنم و منتشر بکنم. بریم سراغ انواع استیبل کوین ها که چه انواعی دارن این استیبل کوین ها. با نوع اول و یه جورایی شاید بگم مشهورترین نوعش اول آشنا بشیم، میشه استیبل کوین با پشتوانه فیات در واقع همون ارزهایی که مثلا دلار و ایناست با در واقع ارزهای پایدار یه جوری به هم متصل میشن. منظور من چیه؟ یعنی که شما به ازای هر یک تتری که خریداری میکنید $1 آمریکا پشتوانه داره. یه جایی رفتن این $1 رو ذخیره کردن گذاشتن کنار، طبق ادعای خود در واقع مؤسسه تتر من دارم میگم، میذارن کنار، پس همیشه یک تتر شما $1 چون واقعا به ازاش دلار واقعی داره نگهداری میکنن. خب این میشه روش اول، خیلی هم ساده بود. در واقع روش اول اشتباه گفتم، نوع اول. نوع دوم میشه استیبل کوین با پشتوانه ارز دیجیتال، همون که مقدار عجیب غریبه. توی این نوع از در واقع ارزهای پایدار ما مثلا پشتوانه‌اش رو میبینیم بیت کوین، اتریوم. اما چطوری میشه که یه ارز با نوسانی مثل بیت کوین و اینا میتونه پشتوانه ارز پایدار باشه؟ خب اومدن این سری راه حل‌ها اینجا ایجاد کردن. مثلا راه حلش اولش تنوع بخشیه، مثلا میان چند نوع ارز دیجیتال استفاده میکنن که در واقع یه جای ریسک رو پوشش بدن. یه راه دیگه اینه که وثیقه بیشتری میگیرن. مثلا فرض کنید که شما $500 اگه از اون ارز پایدار بخواید، به ازاش $1000 مثلا اتر یا اینجور چیزا وثیقه نگهداری شده که تقریبا میشه 200% وثیقه، که خب باعث میشه که اون ریسک از دست رفتن ارزش پایدار اون ارز پایدار، یه مقدار سخت شد جمله، یه مقدار کاهش پیدا بکنه. پس تنوع بخشی و وثیقه بیشتر شد راهکاری که حالا دارن به طور خلاصه. سومین نوع این نوع از ارزهای پایدار اینه که استیبل کوین با پشتوانه کالاه، مثلا طلا، نفت، املاک، اینا میان پشتوانه اون استیبل کوین میشن که اینم نوع محبوبیه. مثلا باز ما کاربرای ایرانی میتونیم از این خوب استفاده بکنیم. شما برای اینکه بخواید طلا بخرید میتونید برید مثلا دیجیکس گولد، حالا نمادش دی جی ایکسه، برید اینو بخرید. در واقع این پشتوانش طلای فیزیکیه. شما به ازای هر دیجیکس گولدی که میخرید پشتوانه فیزیکی طلا داره که داره نگهداری میشه ازش. پس اینا یه مقدار شبیه همون با پشتوانه فیات هستن، به جای اون دلاره میاد کالا قرار میگیره. حالا هر چیزی که میتونه باشه. الان طلا مثلا خیلی معروف بود، مثالش رو زدم. مورد چهارم که دوست داشتنیه ولی شاید به غنزه اون یکی ها محبوب نیست، استیبل کوین الگوریتمی ان. در واقع وثیقه پشت اینا نیست. اما خب چطوری میشه که پس اینا پایدارن؟ ببین یه مقدار اینا پیچیده ترن. اینا میان با کنترل عرضه و تقاضا با استفاده از الگوریتم قیمت ارزشون رو پایدار نگه میدارن. معمولا این استیبل کوین ها مثلا مثل دای، یه نمونهش دایه، با مکانیزم‌های وام دادن و وام گرفتن، کنترل اون نرخ بهره و حالا چیزهای پیچیده دیگه که واقعا گفتنش اینجا خسته کننده میشه، میان اون استیبل کوین رو قیمتش رو پایدار میکنن. حالا برسیم به یک قسمت جذاب از ویدیو، این که من به شما 5 تا از این استیبل کوین های محبوب رو معرفی بکنم. اما قبلش یه خواهشی ازتون دارم که اگه تا اینجای ویدیو به نظرتون خوب بوده، مفید بوده، لایک بکنید. اگه میخواید ویدیوهای بعدی، خب این کانال این ویدیوهای تازه‌ای هست تو کانال، و اگه میخواید ویدیوهای بعدی که من به زودی میذارم رو از دست ندید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید که مطلب بعدی رو از دست ندید و بتونید ازش استفاده بکنید. خب بریم سراغ معرفیام. سعی میکنم معرفیات طولانی نباشه. اولیش با تتر شروع بکنیم. تتر رو تو کل بحثم توضیح دادم. یک در واقع ارز دیجیتالیه که پشتوانه‌اش دلاره، به ازای هر تتر $1 داریم. اینا رو رد شم.
و نکتهش اینه که مثلا اول حالا یه تاریخچه اگه بخوام بدونیم نکته که نه تاریخچه مثلا اولش تو هنگ کنگ بوده، بعد رفته سوئیس، بعد ارزهای دیگه مثل یورو و ین رو مثلا پوشش داده، بعد خود تتر جلوتر باز میگم اومده یک ارز دیجیتال پایدار با پشتوانه طلا منتشر کرده و اینجور مسائل. موضوعی که باید بدونید راجع به تتر اینه که تتر در حال حاضر تقریبا 110 میلیارد دلار ارزش بازار داره، در واقع محبوب ترین ارز دیجیتال پایدار بازاره. اما یک سری مسائل راجع به تتر وجود داشت، مثل اینکه میگفتن که آقا به ازای هر یک تتر واقعا $1 نگهداری نمیشه، که حالا نه اثباتش از طرف مؤسسه تتر انجام شد، نه از اون ور تونستن مدارک خیلی قوی بیارن که واقعا وجود نداره. یه مقدار گنگه ولی خب ارزش بازار بالایی داره و از این نظر میتونه امن باشه. به هر حال بریم سراغ استیبل کوین بعدی، یعنی USD کوین با نماد USDC. این هم در واقع یک ارز دیجیتاله که حالا باز به دلار آمریکا متصله. اما چرا این اومد؟ در واقع USD کوین توسط حالا کوین بیس و سیرکل پشتیبانی شد. خود سیرکل یه شرکت در واقع انتقال پول رسمیه. خب از این جهت وقتی یک شرکت رسمی پشتوانه در واقع یه همچین ارزی باشه، فعالیتاشو خیلی شفافتر میکنه. اون موضوعی که با تتر همین توضیح دادم کمی از بین میره و حسابرسی شفافی گزارش میدن و از این بابت محبوب شد و در حال حاضر دومین ارز محبوب بازار هستش. سومیش میشه دلار بایننس که باز متصل به دلاره. این مزیتش چیه؟ مزیتش به تتر میشه همون شفافیت بیشتر که خب در واقع از طریق وبسایت و جایی که مشخص هست شما میتونید برید گزارشات ماهانه‌اش رو ببینید که به ازای هر بایننس چقدر الان داره دلار نگهداری میشه، که خب حالا این گزارشات حسابرسی میشه توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک. در واقع این اتفاق میفته و امنیت، یعنی خیال راحت تری وجود داره بابتش. ولی مسئله که در واقع مزیت دیگه‌ای که در واقع BUSD داره اینه که شما با استفاده از این میتونید از کلی از خدمات صرافی بایننس استفاده بکنید. اینو به طور خاص شاید بگم راجع به ایرانی‌ها متاسفانه شاید نشه خیلی این کارو کرد، بالاخره مشکلاتی هست برای ثبت صرافی بایننس، ولی به طور کلی توی جهان به این دلیل، به این مزیت تونست خودش رو نشون بده. ارز دیجیتال بعدی دایه که وسط صحبتام اشاره کردم، توسط الگوریتم و اینجور مسائل در واقع داره حفظ ارزش میکنه. پیوند 1 به 1 با دلار آمریکا داره، مثلا کنترل عرضه‌های سکه‌هاشو تو بازار انجام میده، نرخ بهره رو، همه چیزایی که توضیح دادم. پس دای هم شد در واقع یکی از ارزهای پایدار و محبوب که میشه ازش استفاده کرد. مورد بعدی تتر گلد که میشه نمادش XAUT که در واقع توسط همون شرکت تتر منتشر شده و به 1 اونس طلا پیوند خورده. در واقع به ازای هر یک تتر گلد 1 اونس طلا ذخیره فیزیکی نگهداری میشه که تقریبا 31 گرم طلاه که توی سوئیس هم نگهداری میشه و یک روش خوبیه برای خرید طلا برای ایرانیا. حالا نکته که وجود داره اینه که شما میتونید کلی از این ارزهای پایدار رو سرچ کنید تو گوگل و پیدا بکنید و راجع به هر کدوم بخونید، ولی مراقب باشید. این که حالا یه ارز دیجیتالی میاد میگه من پایدارم، قبل از اینکه تحقیقات لازم روش نکردید خرید نکنید. شاید مثلا اون پشتوانه دلاری که میگه رو نداشته باشه و یه مدت محبوب شه و بعد از بین بره. پس حتما مراقب باشید. فعلا من 5 از خوباشو به شما معرفی کردم، هم برای دلار هم برای طلا میتونید اینا استفاده بکنید. هرچند روی اینا تضمینی نمیشه داد، در واقع بازار ریسکی هست، ولی فعلا که مشکلی پیش نیومده توی هیچ کدوم از اینا و میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، با استیبل کوین ها آشنا شده باشید، معرفی کرده باشم، در واقع معرفی شده باشه بهتون و بتونید استفاده بکنید. احتمالاً سوالی که براتون به وجود میاد اینه که خب چطوری الان بریم تتر بخریم، چطوری بریم تتر گلد بخریم، چطوری اینا رو نگهداری بکنیم، چه جوریه اصلا این چیزاش. به نظرم این ویدیو دیگه به اندازه کافی طولانی شده و باید یه ویدیو جدا براش ضبط کنم، اما نمیدونم واقعا همچین سوالاتی دارید یا نه. اگه دارید تو کامنت ها بنویسید ببینم چطوریه اوضاع و اگه شد حتما ویدیوشو ضبط میکنم و منتشر میکنم. پس برای این موضوع
دکمه سابسکرایب رو بزنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک کنید و به امید دیدار.